خود در مسلمانی دروغ گفتن و کذب و چلبازی و منافقت نیست. چون قرآن کریم تقدیرنامه جهنم داده برای کذاب. لعنت الله علی الکاذبین. دور باد از رحمت الله، از بهشت الله، از مغفرت الله انسان دروغگو کاذب. ما مسلمانم ها، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله پیروان امام ابو حنیفه رحمه الله، بله کجا پیروان امام ابو حنیفه رحمه الله است؟ الله و رسول تو را منع کرده از عملی که در اسلام نیست تو او را زیادت کنی. ما مرده داری و زنده داری ما همه باید مطابق دین باشه. انا لله و انا الیه راجعون. ما به حکم اراده الله خلق شدیم و به حکم اراده الله مرگ به سراغ ما میریم، ما به طرف الله میریم. ببینین در مرده ما جنازه خوانده میشه، مردم تعزیت داری به مرده یاد نداره، فاتحه خوانی میگیرن. فتوای عالمگیری و شامی و برالرایق بزرگترین فتوای مشهور مذهب احناف است، میگه فاتحه داری که در مساجد گرفته میشه مردم نوشته میکنه مغفور مرحوم. تو چه خبره که مغفرت شده است؟ این بخشیده شده است؟ این نبی بوده که بخشیده شده است؟ چرا کلمات نادرست می نویسین؟ این پرده را که نوشته میکنیم عکس‌ها رو میزنیم به در مسجد میچسبونیم و 100 نفر دست به سینه استاد میشیم، هر دم خود طعم میکنیم و چند تا قاریای خدا زاده اونجا شیشته تلاوت میمونه، چند تا ملاهای خرافی و دین فروش هم میای سر فاتحه خوانی شما. مردم عوام خب بیچاره بیگناه خبر نداره، بیخبری به اینا فرض بده، نه یاد گرفتن دین. همین عمل فتوای بزرگ احناف بر رایق چی میگه؟ اقبح و قباح، بدترین بدی هاست. در اسلام تعزیه داری است. اعظم الله اشرک و احسن عطاء. سه جمله عربی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه شما به مرده‌دار بگیم فاتحه خوانی که شما 100 نفر رکوع میکنیم و سجده میکنیم تا بالا میشیم. این رسم هندوها و مسیحی‌ها است. شما اسناد از قرآن پیدا کنین، اسناد از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا کنین، اسناد اگر از 4 مذهب پیدا کنین والله قسم ما رو بگیریم اعدام کنیم زنده. اما کل همین بیچارهایی که می کار میکنن خود چی دارن؟ مسلمان و خود پیرو مذهب دارن. ولی به مردم عوام که بگی کار نکن، میگه از پیر و بابوی ما همین کار کرده. تو خود در آمنت بالله گفته که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسول و الیوم الاخر و القدر خیره و شر من الله تعالی و البعث الاخیر. تو خود نگفتی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و بیبی و بابای و رسمی و رواج و عنعنه؟ تو خود نگفتی. آیا کار پدر و بابا و اجداد کاری که زیاد تاریخ داشته باشه دلیل است؟ اگر مخالف قرآن باشه، مخالف سنت باشه، مخالف روش صحابه باشه، این دلیل شده میتونه؟ هر چیز که زیاد انجام شده بود همون دلیل است. هر چیز که زیاد تاریخ داشته همون دلیل است. خب تورات انجیل پیش از قرآن کریم است، چرا عمل نمیکنی؟ اگه عمل کنی از دین بیرون میشی. اگر اکثریت دلیل است 5.5 میلیارد کافر است، 1 میلیارد مسلمان. پس اگه میخوای به اکثریت بری باید کافر شی، نعوذ بالله. دلیل با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و روش صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین است. همین ملاها، همین امامان مساجد چرا همین بدعت و خرافات منع نمیکنن؟ به واسطه ای که رافضی‌ها و شیعه ها یک نام برای مسلمان های اهل سنت ساختن با همکاری انگلیس ها و یهود و نصارا. اون نام چیست؟ که هر کس توحید بیان کرد، سنت بیان کرد، خرافات و شرک و بدعت رد کرد، کفر گو، شرک گو، بدعت گفت، مردم رو چی بگه؟ این وهابی است، این سلفی است. چون از 99 اسم الله یک اسم الله وهاب هست. با این اسم الله باید نسب مردم کافر شن، نعوذ بالله. به این واسطه مردم فکر میکنه کسی که وهابی بود البته از یهود و نصارا پستر است، نعوذ بالله. حتی اینقدر مشکل با یهود و نصارا نداره که با وهابی داره. به این واسطه همین نام روافض جاگزین کرده و در کتاب‌های بزرگ روافض نوشته است که هر کس ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و معاویه کافر نمیگه او وهابی است، سلفی است. هر کس که کافر میگه او اهل سنت و الجماعت است، نعوذ بالله. پس شما ببینید عقیده اینا با عقیده مسیحی‌ها چی فرق داره؟ عقیده اینا با عقیده هندوها چی فرق داره؟ پس اولین نام وهابیت تأسیسش انگلیس‌ها و انگلیس‌های دوم که روافض هست، علی پرستا و حسین پرستا و ابوالفضل پرستا و قبر پرستا و امام پرستا هستند. یعنی کسا کردن.
ما با نام شیعه و سنی مشکل نداریم، ما با اعتقاد مشکل داریم. هر عقیده که مخالف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله باشه او را الله کفر گفته، او را پیامبر کفر گفته. هر کس هر نامی داشته باشه، عقیده اسلامی داشته باشه، عامل به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله رویش اهل بیت پیامبر علیه السلام باشه، نور چشم ما هست. الله و رسول امر دوست داره. اما همین تبلیغات امروز ببینید کی میکنن. کفر و شرک خود بیچاره تخفیف میدن. به همین نسبت است که امروز نسبت دعوتگرا حق گفته نمیتونن. اگر حق بگن از تاپه میشن، از تاپه میترسن. یکی پیامبر مشرکین جادوگر و دروغگو و کاذب و ابتر و مجنون میگفت، پیامبر خود دیوانه نبود، پیامبر خود ساحر نبود. چرا گفتن؟ پیامبر حق میگفت. چرا برای ما چیز نمیگن؟ 20 سال 30 سال تدریس و امامت و ابلاغ ما کسی برای ما یک سلی نزده، یک روز واسطه دین یک تکلیف ندیم، مشکل ندیم، واسطه که ما حق نگفتیم. ما جان خود از دین عزیزتر دونستیم. نعوذ بالله. یعنی خرافات و بدعتار عملی که ما انجام میدیم باید اسناد داشته باشه. این عمل ها نه ثواب است نه خیر است، هیچ چیز در اینا نیست. اینا که رسم و رواج و عنعنه باشه.